پستچی اثر چیستا یسربی. 14 ساله بودم که عاشق پستچی محل شدم. خیلی تصادفی رفتم در را باز کنم و نامه را بگیرم. او پشتش به من بود. وقتی برگشت قلبم مثل یک بستنی آب شد و زمین ریخت. انگار انسان نبود، فرشته بود. قاصد و پیک الهی بود. از بس زیبا و معصوم بود. شاید 18-19 سالش بود. نامه را داد. با دست لرزان امضا کردم و آنقدر حالم بد بود که به زور خودکارش را از دستم بیرون کشید و رفت. از آن روز کارم شد هر روز برای خودم نامه نوشتن و پست سفارشی. تمام خرجی هفتگیم برای نامه‌های سفارشی می‌رفت. تمام روز گرسنگی می‌کشیدم. اما هر روز یک نامه سفارشی برای خودم می‌فرستادم که او بیاید و زنگ بزند، امضا بخواهد، خودکارش را بدهد و من یک لحظه نگاهش کنم و برود. تابستان داغی بود. نزدیک 11 صبح که میشد میدانستم الان زنگ میزند. پله ها را پرواز میکردم و برای اینکه مادرم شک نکند میگفتم برای یک مجله مینویسم و آنها هم پاسخم را میدهند. حس میکردم پسرک کم کم متوجه شده است. آنقدر خودکار در دستم میلرزید که خنده‌اش میگرفت. هیچ وقت جز سلام و خداحافظ حرفی نمیزد. فقط یک بار گفت چقدر نامه دارید، خوش به حالتان. و من تا صبح آن جمله را تکرار می کردم و لبخند می زدم و به نظرم عاشقانه ترین جمله دنیا بود. چقدر نامه دارید، خوش به حالتان. عاشقانه تر از این جمله هم بود. تا اینکه یک روز وقتی داشتم امضا می کردم مرد همسایه فضول محل از آنجا رد شد. ما را که دید زیر لب گفت دختره بی حیا، ببین با چه ریختی اومده دم در، شلوارشو. متوجه شدم که شلوارم کمی کوتاه است. جوراب نپوشیده بودم و قوزک پایم بیرون بود. آنقدر یک لحظه غرق شلوار کهنه‌ام شدم که نفهمیدم پیک آسمانی من طرف را روی زمین خوابانده و با هم گلاویز شدند. مگر پیک آسمانی هم کتک می‌زند؟ مردم آنها را از هم جدا کردند. از لبش خون می آمد و می لرزید. موهای طلایی‌اش هم کمی خونی بود. یادش رفت خودکار را پس بگیرد. نگاه زیرچشمی انداخت و رفت. کمی جلوتر موتور پلیس ایستاده بود. همسایه شاکی گونه‌اش را گرفته بود و فریاد می‌زد. از ترس در را بستم. احساس یک خیانتکار ترسو را داشتم. روز بعد پستچی پیری آمد. به او گفتم آن آقای قبلی چه شد؟ گفت بیرونش کردن. بیچاره خرج مادر مریضش را میداد به خاطر یک دعوا. دیگر چیزی نشنیدم. او به خاطر من دعوا کرد. کاش عاشقش نشده بودم. از آن به بعد هر وقت صبح‌ها صدای زنگ در میشنوم به دخترم میگویم من باز میکنم. سالهاست که با آمدن اینترنت پستچی‌ها گم شده‌اند. دخترم یک روز گفت یک جمله عاشقانه بگو، لازم دارم. گفتم چقدر نامه دارید، خوش به حالتان. دخترم فکر کرد دیوانه‌ام. آن روزها همه چیز طلایی بود. برگ درختان پاییز، آسمان، رنگ موی تمام مردان خیابان، حتی صدای آژیر قرمز. جنگ شدیدتر شده بود و محله ما گیشا هر شب میزبان بمباران عراقی ها بود. اما دل من حتی در تاریکی بمباران همه چیز را طلایی میدید. چند بار به دفتر پست محله رفتم و سراغ پسرک پستچی موطلایی را گرفتم که نامش را هم نمیدانستم. فوری میگفتند امرتان. میگفتم با خودشان کار دارم. با اخم دفاترشان را نگاه میکردند و میگفتند نمیشناسیم. بشناسیم هم اجازه نداریم به شما چیزی بگیم. دختر جان چرا نمی روی سراغ درس و زندگیت؟ زندگی من تمام مردان کوچه بودند که با او اشتباه می گرفتم. پسرانی رنگ پریده با چشمان معصوم و دهانی خونین. دیگر می دانستم که دنیا جای کوچکی است، مثل یک انبار تاریک که آدمها در آن هرگز همدیگر را پیدا نمی کنند. دلم تنگ بود فقط برای یک بار دیدنش، خودکارش را پس دادن و معذرت خواستن از خون خورشید روی موهایش. حسی به من می گفت دیگر دیدار در این دنیا ممکن نیست. هر چرا گم بکنی برای همیشه گم کرده ای. 18 ساله بودم، خبرنگار، منتقد مجله، دانشجوی سال اول روانشناسی. قرار بود برای جشنواره تئاتر دفاع مقدس از طرف مجله به یزد بروم. گفتند بلیط‌ها را پست می‌کنند. بلیط من نیامد. سردبیرم گفت برو اداره پست مرکز. شاید آنجا مانده. اداره پست مرکز شلوغ بود، مثل صف کوپن.
انگار همه چیزی گم کرده بودند یا آمده بودند برای خودشان نامه‌ای پست کنند. این همه عاشق در یک اداره. چرا یادم نمی رفت؟ خدایا 18 سالم بود. باید یادم می رفت. مسئول باجه هرچه گشت بلیتی به اسم من پیدا نکرد. گفت اگر آدرس غلط بوده جزء برگشتی هاست. با عینک ذره‌بینی انگار می‌خواهد کشف بزرگی کند در یک دفتر خیلی بزرگ مثل دفترهای سفره عقد. نمیدانم دنبال چه میگشت. یک دفعه مثل ارشمیدس فریاد زد یافتم. ترسیدم. گفت چیتا شیربی؟ گفتم نه خیر، چیستا یسربی. گفت چه اسمیه؟ واسه همین نرسیده. اومدن در خونه، همسایه ها گفتن چیتا نداریم. برگشت خورده. چرا زودتر نیامدی؟ لعنت به من که همیشه دیر میرسم. آنقدر ناراحت شدم که نشستم. گفت تقصیر اسم خودته. حالا برو ببین حاج علی نامه های برگشتی را برده. و ناگهان عربده کشید حاج علی. سایه لنگانی با یک کارتون ظاهر شد. با هم چیزی گفتند و سپس سایه برگشت. آفتاب کورم کرد. آرام گفت بله خانم یسربی. بلیت سفر دارید، خوش به حالتان. پس اسمش علی بود. کف پستخانه بیهوش شدم. آخرین صدایی که شنیدم سرش نخوره به میز و دوید. صدای علی بود، پیک الهی من. آخرین قطره آب قند را که داخل دهانم ریختند تازه یادم آمد کجا هستم. روی نیمکت‌های اداره پست مرا خوابانده بودند و خانومی با قاشق چایخوری قطره قطره آب قند در دهانم میریخت. پیرمرد عینکی مدام میگفت چی تا خانوم صدای منو میشنوی؟ خوبی؟ چت شد یه دفعه؟ سرم را بلند کردم. اتاق دور سرم میچرخید اما اثری از پیک الهی نبود. نکند همه را خواب دیده بودم. چطور باید از آنها میپرسیدم؟ خدا به دادم رسید. پیرمرد گفت حاج علی رفته موتورشو بیاره برسونتت خونه. از بس شما جوونا از خودتون کار میکشید. موتور؟ علی؟ یعنی من سوار موتور علی؟ مگه میشه؟ خودش رسید. گفت خدا رو شکر بریم. گفتم من تا حالا موتور سوار نشدم، راستش میترسم. گفت کیفتون رو بدین من. کیف که چه عرض کنم، ساک بزرگی بود قد قبر بچه. بند بلند کیف را انداخت دور گردنش. سوار موتور شد و گفت کیف بین ماست، محکم نگهش داری نمیافتی. و تا من بخواهم بفهمم چه شده با پیک آسمانی در آسمان بودیم. آنقدر تند میرفت که فقط به ابرها نگاه میکردم که نترسم. باد سیلیم میزد، بر پشت و پهلویم میکوبید، اما من چیزی نمیفهمیدم. پشت سر خورشید تمام بادهای جهان بازیچه بود. کیف من به گردنش، دست من روی کیف. اصلا جهان بازیچه بود. گردن آفتاب سوخته با خرمن گندم موهایش در باد. اصلا تمام گذشته بازیچه بود. جهان از آن لحظه شروع می شد که دو دستی کیف بزرگم را چسبیده بودم و علی میان ابرها اوج می گرفت و عطر گندم. پس عشق این بود، چیستای ترسو مرده بود. نفهمیدم چطور رسیدیم. گفتم مرسی، کاش نمی رسیدیم. گفت بله؟ گفتم هیچی، باز چرت گفتم، ببخشید. گفت هنوز هم نامه زیاد داری؟ گفتم دیگر اصلا ندارم. گفت من براتون یکی میارم، سفارشی خودم. گفتم کی؟ خودم را نیشگون گرفتم که جیغ نکشم. گفت فردا خوبه؟ گفتم منتظرم. 11؟ گفت 11. دستی تکان داد و رفت. ته کوچه که ناپدید شد پدرم نگران رسید. کجا بودی؟ بلیتت را گرفتی؟ گفتم آره ولی نمیرم. گفت چرا؟ گفتم میخوام جاش عروسی کنم. پدر که مرا میشناخت گفت داماد خواستگاری کرده؟ گفتم نه، قرار فردا 11 صبح خواستگاری بکنه. پدرم گفت مبارک، خوبی تو؟ گفتم قربونت برم آره و جیغ بلندی کشیدم. تا صبح نخوابیدم. 11 صبح دم در خانه، موتورش که داخل کوچه پیچید، حس کردم الان صدای قلبم جای اذان مسجد محل پخش می شود. سلام زیر لبی کرد و گفت کیفتو آوردی؟ باید سوار شی. محکم کیف را چسبیدم و باز پرواز. گفتم کجا؟ گفت طاقت بیار، بهشت زهرا. وای جانم، خواستگاری در گورستان. عاشق خلاقیت بودم. میمردم برای رسیدن به بهشت زهرا با او. آن روز بهشت زهرا واقعاً بهشت بود. علی کمی آن طرفتر و من کمی با فاصله از او. فکر می کردم چند هزار آدم آن زیر خفتند که کسی را دوست داشتند و یا کسی دوستشان داشته است. آیا دوست داشتن همیشه دلیل می خواهد؟ قاصدکی روی شالم نشست.
به فال نیک گرفتم. علی ساکت بود. حتما داشت فکر میکرد چطور موضوع را مطرح کند. به مزاری رسیدیم. علی نشست. من هم بی اختیار نشستم. گفت رفیقم محسنه. تنها دوستم. شروع کرد به فاتحه خواندن. فاتحه خواندنش مثل درد دل با خدا بود. یک نجوای عاشقانه. گفتم خدا رحمتش کند. گفت بهترین دوستم بود. وقتی از پستخونه بیرونم کردن با هم رفتیم جبهه. تو ماشین داشتیم تدارکات می بردیم که من ماجرای تو و اون کتککاری را برایش تعریف کردم. داشت می خندید که خمپاره زدن. سکوت کرد. انگار تمام ریشه های درختان قبرستان دلش را چنگ می زد. گفتم مجبور نیستی بگی. گفت آوردمت اینجا که بگم. ماشین چپ کرد. آتیش گرفته بود. من پام گیر کرده بود. از چند جا شکست تا خودم رو آزاد کردم. اما محسن خوب نبود. فرمون تو شکمش رفته بود. خونریزی داشت. گفت تو برو. الان منفجر میشه. گفتم تنهات نمیذارم. گفت اگه رفیق منی برو. جای منم عاشقی کن. جای هر دوتامون زنده باش. برو. میون اشک و دود محسن و ماشین به آسمون رفتن. جلوی چشم من. سکوت کرد. گفتم پات. گفت 2 بار عمل کردم. میگن خوب میشه. ولی خب یه چیزی سر جاش نیست. من دیگه اون آدم قبلی نمیشم. اونجا بودم. شاید میتونستم کمکی کنم. ولی به حرفش گوش دادم. شاید ترسیدم. گذاشتم بره. از این به بعد دیگه نمیذارم کسی به این آسونی بره. داشت میلرزید. میخواست کمی به اون نزدیکتر بنشینم. گفتم اون میخواست تو زندگی کنی. جای هر دوتون. برای اولین بار در چشمایم خیره شد. حالا تمام زنبورها همزمان نیشم میزدن. گفت چرا دوستم داری؟ خجالت کشیدم. چه سوالی؟ چرا دوستش داشتم؟ چون همه آن چیزهایی را داشت که به نظرم یک آدم خوب دارد. گفتم نمیدونم. از من نپرس. من آدم دروغگوییم. اون نامه ها را خودم برای خودم پست میکردم. گفت منم دروغ گفتم که مادرم مریضه. بهم کار بدن. گفتم من تو رو که میبینم انگار اکسیژن هوا بیشتر میشه. تازه میتونم نفس بکشم. منو ببخش دست خودم نیست. بلند شد. چند قدمی دور شد. اما ناگهان برگشت. روی قبر دوستش سجده کرد و زد زیر گریه. موهایش روی پیشانیش ریخته بود. مثل کودکی با سوز گریه میکرد. جلو رفتم. میدانستم نامحرمیم. اما دستش را بلند کردم و روی نام محسن گذاشتم. با تعجب نگاهم کرد و گفت میدونی دوستت دارم؟ حالا چیکار کنیم؟ سردم شد. بهشت یک دفعه پاییز شد. میدونی دوستت دارم؟ حالا چیکار کنیم؟ مثل یک شعر بود. تمام شعرهایی که تا حالا خوانده بودم در برابر آن هیچ بود. از صبح تا شب دانشگاه، خیابان خانه این جمله را تکرار می کردم و فقط نمیدارم چرا به خط دوم آن که می رسیدم دلم فشرده می شد. حالا چیکار کنیم؟ خب هر کاری که همه عاشقان می کنن باید سعی کنیم به هم برسیم. چرا آن سوال را پرسیدی علی؟ تا انتهای جهان می شد پا برهنه دوید اگر فقط من و تو بخواهیم. بعد از روز گورستان تا چند روزی ندیدمش. پاییز عاشقی بود. باد بی انصاف با عطر موهای علی از خواب بیدارم می کرد. اسم بقال محله علی بود. اسم میوه فروش و حتی حراست مجله علی. جهان هم با من شوخیش گرفته بود. چقدر در روز باید علی علی می کردم و خود علی نبود. چند بار خواستم به بهانه‌ای به اداره پست بروم. دیدم جلوی همکارانش نمی شود. یک علی که می گفتی همه مردان خیابان برمیگشتند. خدایا این همه علی در یک شهر، مگر یک زن چقدر می تواند یا علی بگوید و هیچ کس جوابش را ندهد. یک اتاق کوچک تمرین در دانشگاه. باران شدیدی می بارید. بازیگرم از پنجره نگاه کرد و گفت طوفان نوح شده. همه خیابان را سیل برداشته. آن آقا هم حتما خود نوحه. منتظر مسافرشو ببره اما نیومده. نگاه کردم. علی بود. زیر آن همه باران. شبیه ماهی طلایی کوچکی که از آب دور افتاده باشد. بدون بارانی. کودکانه و نفس زنان رسیدم. سلام کجا بودی؟ یه قرنه. گفت 3 روزه. گفتم تو 3 روز سهروردی را کشتن. خیره نگاهم کرد. فکر کردم بارانی که صورتم را می شست ترسناکم کرده. گفت چرا گریه می کنی؟ گفتم من گریه نمی کنم. بارونه. و با پشت دستم صورتم را پاک کردم. چتر سیاهش را باز کرد و گفت بیا این زیر. گفتم آخه اینجا منو میشناسن. گفت زیر چتر وایستادی. آدم که نکشتی.
زیر چتر علی شروع به راه رفتن کردیم. حالا دلم میخواست آسمان تا ابد ببارد. باران بهانه بود که من و او زیر یک چتر تمام خیابانها را برویم. آنقدر برویم که دنیا تمام شود و علی حرف بزند. گفت یکم مادرم ناخوشه. میدونی از بچگی من و دختر خالم رو برای هم نشون کرده بود. میخواست حلقه ببریم. من نرفتم. مادرم هم افتاد. روی نیمکتی نشستیم. از زیر چترش آمدم بیرون. چتر را بست. هر دو خیس آب. انگار همه ماهی‌های حوض روبرو در دلم مردند. گفتم دوستش داری؟ گفت نه، من تو را دوست دارم. یا تو یا هیچ کس. مادرم میخواد ببیندتون. به خصوص مادر تو. گفتم چرا حالا؟ باشه خواستگاری. گفت رسمه. گفتم باید برم. گفت میرسونمت. گفتم نه. بی بدرود سوار اولین تاکسی شدم. گفتم امامزاده داوود. راننده گفت شب میرسیم. گفتم قیامت برسیم. برو. چراغ‌های امامزاده از دور در تاریکی مثل چراغ خانه‌ای بود که تو را می‌خواهد، گرم، روشن و منتظر. سرم را به ضریح چسباندم. سلام آقا، دوستش دارم. از بین این همه آدم فقط اون. شاید بچگیام فقط برای ظاهرش بود. اما روزی که به خاطر من دعوا کرد دیدم جوان مرده. مثل قهرمونای قصه. وقتی منو سر مزار دوستش برد و گریه کرد دیدم مهربونه، همدرد و پاک. مگه آدم چند بار میتونه دلشو هدیه بده؟ من هیچ وقت روم نشده از خدا چیزی بخوام. اما این بار میخوام. عمر در برابر عمر. از من نگیرش خدا. چیزی ندارم بهت بدم جز عشقی که خودت تو قلبم گذاشتی. پیرزن بخش زنانه گفت تو اتاقشه، اما گفته کسی رو نمیبینه. گفتم بگو دخترت اومده. پشت در اتاقش بودم. از اتاقهای کوچک اجاره‌ای آنجا. در زدم. گفتم سلام مادر، دخترتم. گفت برو. گفتم نمیشه، میخوام ازدواج کنم. مادرمی، تو هم باید باشی. گفت این چند سال نبودم، تو با بابات خوشی، تو هم مثل اونی. گفتم بهت احتیاج دارم، همیشه داشتم. خودت خواستی تنها باشی. من دلم تنگته. گفت آرامشم رو به هم نزن. گفتم فقط یه روز ببینش مادر. من بدون اون زندگی را نمیخوام. از پشت در گفت مگه من زندگی کردم؟ مگه گذاشتید زندگی کنم؟ تو هم مثل بابات فقط برای خودت منو میخوای. به همه گفتم دختر ندارم. برو. اگه بابات تو رو اینجا فرستاده بهش بگو من بر نمیگردم. بغضم گرفت، نه برای علی، برای مادرم. دلم تنگ شده بود برای دیدنش، بغل کردنش. چه گناهی کردم به دنیا اومدم مادر؟ گفت من چه گناهی کردم که نمیخواستم اون خونه زندان من شه. اون مرد بچه میخواست و یه برده که بزرگش کنه. دیگه چی میخواید؟ پیرزن گفت اذیتش نکن. باز تا صبح گریه میکنه. عذابش با ماست. سرم گیج رفت. روی زمین نشستم. میلرزیدم. یک نفر کنارم نشست. کتش را روی شانه‌ام انداخت. علی، تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت شنیدم به تاکسی گفتی امامزاده داوود. نگرانت بودم. گفتم خب پس همه چیزو شنیدی؟ از هم جدا شدن 3 سال پیش. گفت خیلی از هم جدا میشن. گفتم صداشو شنیدی؟ عاشقشم. با این صدا برام قصه میخوند. بوی دستاش هنوز تو خونه است. کم کم دلش شکست. دلی که بشکنه اگه تیکه هاشو گم کنی دیگه نمیشه چسبوندش. گمونم من همون تیکه ایم که گم شده. حالا برو به مادرت بگو دختر بی مادره. گفت فکر کردی چرا عاشقت شدم؟ غمت و ذوق چشمات. من هر دوشو میخوام. از بار اولی که دیدمت مثل یک ماه پیشونی دودی بودی که انداخته بودنت تو تنور. میخواستی بیای بیرون. میارمت. قول میدم به روح محسن میارمت بیرون. کتش را روی سرم کشیدم. مثل آسمان خدا. گریه کردم زیر آسمون خدا که بوی علی میداد. عاشق شدن سخت است. عاشق موندن سخت‌تر. آدم شاید در یک لحظه عاشق شود ولی یک عمر طول می کشد که عشقش را از یاد ببرد. به خصوص اولی را. روی موتور نشسته بودم. نیمه شب بود. از امامزاده برمیگشتیم. ناگهان حسی به من گفت که بعضی چیزها را نمیتوان به تقدیر و سرنوشت سپرد. باید به خاطرش جنگید. یک حس آنی بود. ولی یقین داشتم که با دعا و صبر هیچ چیز خود به خود حل نمی شود. مادر علی دختر خواهرش را به من ترجیح میداد و مادر من حال خوبی نداشت و پدرم هنوز موضوع را باور نکرده بود و فکر میکرد اینها خیال پردازی های دختر شاعر مسلکش است.
اگر میدانست جدی است وا ویلا میشناختمش. گفتم علی بیا کاری کنیم گشت ما را بگیرد. علی ناگهان ایستاد. چی گفتی؟ گفتم 2 از همکلاسی های منو گشت با هم گرفت. بعد از پدر مادرشون خواست که اونا رو عقد هم کنن. استاد منم میگه وقتی عقد هم شید دیگه دشمنی ها یادشون میره و کم کم عادت میکنن. برای اولین بار بود که زیر نور ماه لبخند علی را دیدم. دلم لرزید. به قول آن شاعر ماه اگر میخندید شکل تو میشد. اول لبخند و بعد با صدای بلند خنده‌اش مثل طعم آب نبات در دهان. گفت تو محشری به خدا. گفتم از تنور درت میارم اما اینجوری؟ گفتم مگه چشه؟ گفت آبروریزیه. به بچه هامون چی بگیم؟ بگیم خلاف میکردیم به زور عقدمون کردن. گفتم عشق خلافه. گفت نه قربونت برم راهش این نیست. از موتور پایین آمدم و لب جاده زیر یک کاج دراز کشیدم. گفت خوابت میاد؟ گفتم نه منتظر گشتم که بیاد. گفت خودتو لوس نکن بلند شو. گفتم من لوس نیستم عاشقم و به خاطرش هر کاری میکنم. گفت من میرم گفتم منم جیغ میزنم نمیدانم خدا خواست یا بنده خدا. همیشه آن قسمت جاده گشت را دیده بودم. برادری پیاده شد و گفت این وقت شب به به اینجا چه خبره؟ علی سلام داد و گفت من پستچی محل ایشونم. تو راه امامزاده دیدمشون. ماشین نبود گفتم برسونمشون. برادر گفت راست میگن خواهر؟ گفتم برادر بد آدم با پستچی سابقشون دوست شه؟ ما فقط میخواستیم یه جا تنها باشیم و حرف بزنیم. مگه بد آدم عاشق شه برادر؟ اولین بار بود که علی با خشم به من نگاه کرد. شکل رستم شده بود قبل از کشتن سهراب. برادر گفت کارت شناسایی. من گفتم ندارم. علی از جیبش کارتی در آورد. برادر گفت خجالت نمیکشین شما 2؟ این ساعت شب اینجا. خواهر بلند شد چرا افتادی؟ گفتم خستم حاج آقا. نگفتید عاشقی جرمه؟ ما که کار بدی نکردیم فقط عاشق هم شدیم. علی گفت ببخشید ایشون تب دارن برادر. گفت تو از کجا میدونی دکتری؟ خندیدم. مرد گفت با من بیاین. شکر حتما فردا عقدمان میکنن من و پیک الهی را. به برادر گفتم یا علی. وقتی عاشق باشی زمان گاهی قد یک نگاه کوتاه می شود و گاهی قدر ابدیت کش می آید. این که چرا عاشق شده اید؟ این که چرا آنقدر زود عاشق شده اید؟ شبیه همان سوالهایی است که در آن اتاق سفید با سقف کوتاه از ما پرسیدند. سوالهای دیگری هم کردند که حتما جوابش را باور نکردند. کم کم داشتم شک می کردم که تصمیم من درباره گشت درست بوده. همیشه سر آن پیچ ماشین گشت را دیده بودم و می دانستم که اگر صدای بلند و یا مشکوکی بشنوند خودشان را می رسانند. اما ما آن شب 2 بچه معصوم بودیم که فقط به خاطر تصمیم عاشقانه من پایمان به آن مکان رسیده بود. فقط می خواستیم ازدواج کنیم. همین. نمی خواهم نگاه علی را در آن لحظات به یاد بیاورم. حس می کنم گناهکارم. چیزهایی که شنید خارج از حد توانش بود. به پدرم هم زنگ زده بودند. علی گفت کسی را ندارد و خودش مسئولیت را میپذیرد. نمیخواستم قبل از اینکه پدرم برسد اتفاق بدی بیفتد. اصلا نمیخواستم اتفاقی بیفتد. فقط یک اتفاق باید میافتاد. به حکم دادگاه باید ما را به عقد هم در می آوردند. ولی مثل این که اصلا یادشان نبود باید چنین کاری کنند. چون فقط سوال می کردند و سوال. بالاخره صبر من تمام شد و چیزی را که نباید می گفتم گفتم. حاج آقا اگر به نظر شما گناه کردیم خب عقدمان کنید. اتاق مثل سکوت قبل از بمباران ساکت شد. حتی علی تا گردن سرخ شد. چه گفتم؟ وقتش نبود؟ اشتباه کردم؟ حاجی یا برادر که تا حالا به صورت من هم نگاه نکرده بود با تعجب به من نگاه کرد و گفت عقد و بعد چیزی روی کاغذ نوشت و دست برادری داد و برادر آن را دست خواهری داد و خواهر گفت با من بیا. گفتم کجا؟ نمیام. بی علی نمیام. خواهر از دهانش پرید و گفت باید بریم پزشک قانونی. تازه فهمیدم چه غلطی کردم. پدرم حتما سکته میکرد. از کار اخراجم میکردند و علی. داد زدم نه خیر نمیام. اصلا من بیماری ترس از دکتر دارم. علی نذار منو ببرن تو رو خدا. و این بار به راستی گریه میکردم. نباید گریه میکردم. ولی آنقدر از آن کلمه پزشک ترسیدم که زار زار اشک میریختم. خواهر دست مرا میکشید و همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد. آنجا بودم دیدم علی با گریه من دیوانه شد.
از روی میز حاج آقا پرید و لحظه‌ای بعد حاج آقا روی زمین بود و همه برادران روی علی. جیغ زدم میکشینش. انگار علی حاضر بود بمیره، اما حاج آقا را رها نکنه. او میخواست حاج آقا را خفه کند و آنها او را. علی چیزی جز دستانش نداشت. آنها داشتند. در باز شد. همه بی حرکت شدند. رئیس کل بود. به صورت خونالود علی نگاه کرد و گفت به به، قربونت برم حاج علی، هنوز بوی خاکریز رو میدی. تو کجا؟ اینجا کجا؟ نور بالا. رئیس کل سر علی را بوسید و گفت به دکتر بگید بیاد. چیکار کردین با حاج علی پلنگ ما؟ بعد محکم به پشت علی زد و گفت هنوزم مثل شبای عملیات حرف گوش نکنی؟ آره؟ پاشو بریم تو اتاقم. یکی از برادرها گفت پس پرونده؟ رئیس لحظه ای ایستاد. خشمی مثل خمپاره در صورتش بود که می توانست تمام ساختمان را با آن منفجر کند. نگاهش مثل مین همه را سر جایشان میخکوب کرد. گفت هیچ میدونین کیو گرفتین؟ پس لال شین. پرونده مختومه. حاج خانومم بفرستین بره. نمیدونم چرا از این جمله دلم مثل اناری شد که زیر پا مانده باشد. زیر پای سپاه رزمندگان ایران. حس کردم همه میروند کشورشان را نجات دهند، اما از روی قلب عاشق من رد میشوند و خون انار دلم روی خاک میپاشد. خاکی که دوستش داشتم. چه حسی بود نمیدانم. رئیس کل بی تفاوت رد شد، ولی علی وقتی داشت از اتاق میرفت از روی شانه نگاهم کرد. انگار میگفت ولت نمی کنم توی تنور، ماه پیشونی دودی، نترس. در اتاق که بسته شد، انگار اتاقی در قلب من درش بسته شد. در ماشین پدر فقط سکوت. هیچ چیز نپرسید. فقط گفت مادرت خوب بود؟ گفتم نه. گفت خب چیستا؟ به قول خودت یکی بود یکی نبود، تموم شد؟ گفتم نه پدر، یکی بود یکی هست و یکی همیشه خواهد بود. هر دو سکوت کردیم. روز بعد خبری از علی نشد و روز بعدش. دیگر نمیتوانستم تحمل کنم. به اداره پست رفتم. گفتن 2 روز است نیامده. نشانی خانه اش را داشتم. ته شهر. چقدر باید میرفتم که به ته دنیا برسم. آن خانه روشنی که علی در آن به دنیا آمده بود. کوچه ها مدام تنگ و تاریک تر می شدن. انگار به هم تیکه می دادن تا از چیزی حمایت کنند. شاید از ورود دختری غریبه با پوتین زمخت مردانه مشکی که بی اجازه وارد حریمشان شده بود. من غریبه بودم. در زدم. صدای محکم زنی گفت کیه؟ در باز شد. خیره به من. چادر سفیدش را محکم گرفته بود، ولی نه آنقدر که نفهمم موهایش طلایی است. شکل علی بود. خیلی جوانتر از آنچه فکر می کردم. خیره به من نگاه کرد. چیستا خانوم؟ گفتم سلام. گفت بیا تو. دختر جوانی پشت یک عالمه سبزی نشسته بود. سبزه، مشکی و پرنشاد. با سر به من سلام داد. حدس زدم ریحانه دختر خاله علیست. مادر گفت ترشی میندازیم میفروشیم، کمک خرجه. گفتم زیاد نمیمونم خانم، فقط علی را گم کردی؟ آره، کاری که من از بچگیش میکردم. گم میشد، به موقع خودش پیدا میشد. تو قرنطینه است. گفتم قرنطینه؟ گفت بهم گفته چیستا آمد بهش بگو. یه مأموریت کوتاه تو بوسنی. حاجی داره میفرستتش. سریه، نمیتونه بهت زنگ بزنه. گفتم بوسنی؟ کف حیاط نشستم. بوسنی کجاست؟ ببخشید نمیتونم نفس بکشم آب. گفت طفلی دختر، بعد عاشق شدی نه؟ سرم رو روی دامنش گذاشتم و گریستم. در بوسنی هنوز جنگی نبود. برایم مهم نبود بوسنی کجاست. هر جا که بود قرار بود علی را از من بگیرد. حالا جنگ من با مادر علی یا مادر افسرده خودم نبود. جنگ من و بوسنی بود و غنیمت علی بود. رئیسم گفته بود سرب‌ها مسلمانان بوسنی را آزار می‌دهند. مأموریت مخفی علی حتما درباره سرب‌ها بود. پس حالا جنگ من با سرب‌ها هم بود. مگر یک دختر 18 ساله با چند نفر می‌تواند همزمان بجنگد؟ اما این جنگ به خاطر علی ارزش داشت. بیرون پایگاه زیر باران ایستادم. آنقدر که حس کردم کم کم تبدیل به ماهی می‌شوم. آسمان فریادهایش را سر من خالی می‌کرد. مثل بوسنی قبل از جنگ. آواره ایستاده بودم پشت در پادگان ویژه‌ای که آدرسش را مادر علی داده بود و مثل بوسنی آماده دفاع بودم. این همه پنجره تاریک، هیچ کدامشان مرا نمی‌دیدند.
کارت حفاظت دم در برای چندمین بار اخطار داد. خواهر از اینجا برو. بالاخره جواب دادم یا حاج علی را صدا کنید یا به من شلیک کنید. سرباز فکر کرد دیوانه‌ام. تلفن زد. رئیس کل با همان خمپاره نگاهش ظاهر شد. علی به خاطر کشورش و دینش مأموریت داره حاج خانم، احترام بذار. گفتم به خاطر قلبش چی؟ مأموریتی نداره؟ بعدش نوبت کجاست؟ پلنگتون رو میفرستین لبنان، سوریه، فلسطین؟ کجا؟ خوبه به شما بگن خانومت تا آخر عمر مأموریت داره، باید بره اونور دنیا؟ گفت فقط یه خداحافظی کوتاه باشه؟ چند لحظه بعد پیک الهی آمد، رنگ پریده، با بوی عطر موهایش که روی باران میریخت. مرا کناری کشید و گفت نباید می اومدی. گفتم نباید می رفتی، بی خبر. گفت از همون شب کوبیته دیگه اومدم اینجا. به مادرم گفتم که بهت علی تا کی؟ دشمنا اون بیرون زیادن، میخوای بجنگی بجنگ، ولی قبلش به خاطر قولی که به محسن دادی زندگی کن. کنار سیمهای خاردار راه میرفتیم و نفهمیدیم کی از محوطه پادگان خارج شدیم. علی گفت دیشب خوابتو دیدم، یه لباس سفید تنت بود، میخندیدی. گفتم خیر باشه، حالا کی برمیگردی؟ گفت باید 2 نفر رو که به اتهام جاسوسی گیر سربا افتادن. ترس مرا گرفت. خب بفهم عزیز، جونشون در خطره. گفتم تو هم بفهم عزیز، جون منم در خطره. علی گفت میدونی دلم مخلصته، چیکار کنم باور کنی؟ گفتم اون لباس سفیدو که خواب دیدی تنم کن، پیش از رفتن عقدم کن. سکوت کرد. باران از یقه‌اش داخل لباسش میریخت. ترسیدم حتی باران عشق طلایی مرا بشوید و با خودش ببرد. گفتم میترسی نه؟ به گورستانی رسیده بودیم. اسم نداشت. نمیدانم قبر چه کسانی بود. شیر آب را باز کرد. وضو گرفت. گفت بیا وضو بگیر. ایستاده بودم. گفت حالا تویی که میترسی. سر حرفت وایسا. وضو بگیر. همینجا عقدت میکنم الان. جلو رفتم. گورستان، عقد، باران یا علی.